سه. سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رایم پروداکشن. دوستان عزیز با هر یک شما خوش خبر دارم که اولین بار چیله را در توی ریگر دعوت کردن با حیث حجمنگار توجیه و اینچنین اومدیم در توی هم حضور داشتن سمندر جان ما هم دعوت شدیم. ما خواستن که چیله را ماز در نمی توی دعوت کردیم، چون که توی چیله را چندین نفر مردم تاجیک و مردمی که بیرون از کشور تاجیکستان قرار دارند تماشا کردگی بودن. خواستن که در توی انمی برادر عزیز که عین حال ما در ریگر قرار داریم در یکی از قشلاق‌هاش روسی نام قشلاق چی بودن؟ پختازور در آنجا قرار داریم دوستان عزیز و سخن نوبتی را با اکای سمندر جان میکنیم و بعدا چیله سر میکنه ای سرتروشون. سلام شیرین جان، چیله خوش آمدید. دوستان عزیز در ریگر قرار داریم در توی دعوت شدگی هستیم که چیله جان هم در اینجا دعوتی بوده با آقای رحیم جان. خرز میبینیم یک صحنه تیار کرده ملکه در جای خوردن خیلی حجمنگار یا که مثال نرمن صنعتور همه خیلی است. وقتی که با یک همکار خود اینجا میشینه البته که با ایده دیگه میشوه، با مثال فکر اکثر دیگه خیلی میشوه. کاش تیار کردگی هستیم در توی برآمد میکنیم خدا خود در کانال رایم پروداکشن میبره و تماشاش بکنین. بعد میبینیم که شوگر چه خیلی برآمد میکنه. باز میبینیمش. ها و گپ بزد دوستان عزیز یک چیز دیگه را بگم. دیروز فکر کردم یک انسته که چیله الندر چه خیلی وقت ما که برای چی چیله الندر میگی طرف آخر کلود الندر کینوش تویش سریال کرد. چیله مینداری خود رو برای مردم غریب که مقصد در دل بکی تو الان خیلی روزا میرسی تر دعوت میکنم با چنین جایها که مخصوصا ریگر برای تو جای خاطر مانده. فهمیدی؟ یک سلام علیکم میکنی و کلی تپس کن. سلام علیکم با همه مخلصای خودم با موسیقی رحیم که سمندر خیلی زنده سلامت باشه. ما بانی توی ریگر دعوت میکنم نه اومدن برادر فرانکا اومدن توی ریگر. نازنین دوستان عزیز توی انشالله عد دوشی میگذرم میمونا هم قرار دارن انشالله سمندر جان هم سرودای چوتیش هم میخونه سرنجای خوبی خوب بشوه و یک دو سوال چیله را میتیم برای که بسیارتر در کامنتر بنویسن که چیله زندوریت خوبه یا بزنی؟ همه زندوری خوب ده. اگه زندوری بزن شده مثلا مشکیش را روز توش دیدم این من چند کردم گناه دیدمش رنگ گواجمونه شده. روز بالا من خراب بچه بدورو بده. دوستان عزیز روزی توی ها در پرانتز و نگاه کردن که هوش چیله رفت. ولی رفتن صحنه میکنه هوش چیله رفت کام اومد اوشیدن چوکر به یکی دو دار شما تر اکایی انداز دوی شامبر خود گازش بالا هوشش رفت. نه اصلا داخلشی. داخلشی. خون اولی صحنه که ما همراه چیله کردیم کدوم بود؟ کدوم؟ اولی صحنه. املا بودم. وقت دنیا. اگه دوستان عزیز حالا همین دست دوام صحبت که همین چیزا میآید چیله یا صحنه که مقصد خودش بسیارتر معقوله که همون رو بازی کرده در خودش معقوله همون چیزا که هم خودش بازی کنه بول ببینیم شما پیش هم ببینیم هم صحنه نداره کدوم صحنه خطر نباشه نشوه لوبای صحنه هم دنیا رو مقصد چند تالاک زدی اومدی همینجا در پروسش اپیزود رفتن خود دنیا رو بخون بخوام برای مخلصات در روایت سراینده استرادی نیست که ایزو کشکی آواز محکمتی حجمنگار دنیا غم دل غم جان لبی آبی روان لبی بردینان دنیا غم دل غم جان لبی آبی روان لبی بردینان دنیا به عشق روان. انا باید اجازه باید چی نمیخوندی باید الهام رو خوندگی کن. دوشنبه مدا پاریش پراگو کبابریش کانتوفکا زدگیریش ایمام شاو مالیش بدم بچه به دنیا شکل و سمبوسا تورت و هم لیمان و دنیا هم نون هم کلچه هم وشو هم اینجا دنیا ای توی میبینیم و چرا دنیا بهترین و میخوایم که سمندر جان یک لطیفه بحری علم تماشابینان کیسه کنم.
دوستان عزیز خیر پروداکشن هم سیمای هم پروسمای هم کورمای در شنه میگم بسیار عالی گفتم بیشتر ویدیو باید بود بشه خیر یکم کورس بدیم نه امی اومدیم سیف تاشتگیم بعد چقدر یکم کورس خیر تحصیل اشتگیم که معلم اومد یکم درسی فیزیکا بود بعد اومد معلم در اومد خیر مرا خیزون کی خیر کو بخیر نوم چه تو سمندر بخیر گفتم در دنیا همه سرعتی بلندترین همین سرعتی تیزترین چیه ما خیزم گفتم البته که همین سمت و همین میچخه شوب دیگه که همه چی گریان شید ها بعد مالادیس گفت پیشی گفت خریدگیری آوردیم یک روتاسیون کردیم خیلی بعد ما شیشتم دیم همکوز ما خیزم دیمش امرالله بود گفت که امرالله کو همین سرعتی تیزترین چیه این گفت که سرعت تیزترین آواز داد بزنی هی دیگه آواز تیز میرسه داد میزنی ای همه سرعتی بلند امیه گفت خیلی بانی منیم بشی یکی گفت که رحیم جا گفت تو بخیر رحیم ایجاش خستک گفت که رحیم این از سمندر گفته که ای همه از سرعتی تیزترین همین خواه همین سرعت در میچخه شب گریان میشوه انا این عملا گفت که ای همه از سرعتی تیزترین این آواز داد بزنی کو هی میگو داد بزنی ای همه تیزتر همیه که تو چی فکر داری رحیم گو راستی که بابگون استاد همه دینا شکم داد من نبستی که کیلو کی رسیدم نبا دادتانی همش به خاطر شما دوستان عزیز بسیاری را می‌دارم که علاقه که ما لطف‌های را که تغییر می‌کنیم بسیار علم دهانی مردم گرفته میشه و یا فرقی میشه از لطف‌ها بسیار نفریا اکثریت لطف‌های ما را پیشکی می‌دونن لیکن به هر حال ما کوشش می‌کنیم که برای هر یک شما پسند آید اگر کسانی که مثال می‌دونن خواندگی هیچ کم نداره باز یک بار دیگه انمون را شنیدن که باید مانند دیدن میگه خواندن دیگه چیزه در عمر از روزی کردن دیگر چیز دوستان عزیز فقط چی گفتنیم کسانی که مثال یگان درخواست یگان چی گفتنی هستن در کامنت را بنویسن یگان یک پاس بالانس باشیم هر یک شما حضور میخوایم چون که بنده به کامپلی نمیشه و هر یک کدام کامپلی داره فقط می‌ندارم که در برنامه‌مون را دستگیر می‌کنیم نسبت مو و نسبت برادر سمندر را که چقدر گپ‌های قابل و گپ‌های پاس بالانس کمه هزار رحمت کلام نظر به دیگر مثال اهل سند نظر به دیگر شخصان می‌ندارم از هر یک شما پیشنهاد ما فقط شما وابستگی داره شما نباشین ما هیچیم آخرین توانایی که چیلا جان با کلی را تماشا کنیم یا قربان رحمت گویی نمیکنه که اولین توییتر دعوت کردن دخترا شگر که صاحب نمی خیلی جو مکمون شدی سی نه من شده حیران کی تاینا چقدر کودکدار شدی این یکم بودگی و بردگی چه میگه او یکم بودگی میگه که همون تو یکم بودگی همون شنگه دیگه مجدنه ولی زندگی در شامپو و مخالی سر نشده جو سر تو ولی با فیلم میشوی نه دیگه فیلم خنده سو بخشم یا فیلم پنیتره اگو یا دیگه خشتم اچو فیلم خنده عین خشتم میشم شما دوستان عزیز از اکای سمندر گفتم چقدر که میگم دوستان عزیز رحیم جان گفت همین صنعتکار هنرمند به مخلص به پرتیش به دستگیری نمیشوه دستگیری که باشه همون چیشیدن میگیره مقصد شخصا ما صنعت خوندگی نیستم یکی همین که دستگیری که هست از چی دستگیری میکردن و رفتم یک این دوستان عزیز کلکتیوی گروه پیمده یک نفر فقط قربان خوش نیستوی صنعت خوندگی تمام که ما با پیشش بسیار میگذرم شاید تاثیر کردگی باشه که آیا تو نبرای یگان آدمی دولتی غیر دولتی آدمی صنعت فرهنگ همش 99%ش با خصوصیتش کار کردگی نیستن کارم نمیکنن دوستان عزیز برای که شخصا ما مرکز ملی تحصیل ما دانشگاه تربیت جسمانی پرتوتنم جای شید که اینجا پشیمان شدم با جای شید که روزی شدم برای که ما سرای ایدرین گومور اومدگی اومدن دیگه نمیدونم که چی بود لیکن هزاران مشترکی که بهترین همکوس و بهترین استادا نصیب ما گشتن همین نداریم که با دستگیری انام و با دستگیری پدر مادر یکم الله مهربان ما به این کلاها رسیدیم هزاران بار شکر در آخر چوب تنی سمندر دوستان هستم که هزار رحمت کنم برای دستگیریتان رحیم جان دستگیری کنید بسیار بچه خوبای رحیم روز دیگه بسیارتر نموخی با خود نظم میبینم که نیازمنده را بسیار دستگیری میکنم مقصد 24 ها را مقصد نه دور نمیریم از چیله را مقصد یک اویله که امروز بهترین اویله داره خدا خواسته باشه روزای نزدیک سوال چیله چای دیگه شدن زندگی رفتن میگیرم همه خیلی یا که مثال یکم نیازمند دیگه را باور کنید به نهایت شما دستگیری میکنید
ما این چیزا مقصد بسیار قطعیشم مثلا همون کسری زنگ میزنه که اکای رایم رحمت کنم دما 15000 سومون 10000 سومون ایستومی کم نیست نه که همون را مقصد 100 روبل 200 روبل شما استوریستا همون میشن سومی کلام باور کنید هزار رحمت کنم یک چیز دیگه برادرها با شما برسونم که باز هم هزار رحمت کنم که برنامه دیروزی که ما کردیم برنامه معیوبه در مدت 2 روز 28000 سومون گذشت 28000 سومون من یک اسمه ندادم من سبب شدم برنامه را کردم انا مخصوصا تو اینه توی که در پشت کامera اشتراکی انا شما کردگین هزار رحمت شما دستگیر کنید من همه چیزا به خاطر شما میکنم موقعی در فنای الله باشین تو برنامه